به فینال رقابت‌ها برسونه. به پاسی آشما فرصت رو داره، اولی موقعیت برای بازیکن یامال یامال ارسالش به از دروازه. وسط زمین پدری میتونه ببره به سمت راست، پاس خوب برای یامال، میتونه فینش شات بزنه. تو چه یامال چیه نگاه کو پاس یامالو گونده تو عرض با یامال بازی میکنه، پاس برای فرانتورز موقع تو گل یامال یعنی 4 تا پاس داد یکی اگه قشنگ‌تر پشمام پاسو نگاه کن ایراده چی بشه باز یامال بابا پدری پشت پا رافینیا یه لحظه گل اشتباه موقعیت برای برسلونا گل دوم یامال یامال میزنه تو همه حمله یامال هست موقعیت داره، فرصت حتی برای این زدن یام گل دوم به تو رافینیا. پیاده این خوب بار داد مقابل 600 دوبلک میکنه نکشی فرانتورز موسوی که 4 گل موقعیت برای اتلتیکو مادرید سال زد به داره تور کناری دروازه. گنده داره اضافه میشه، خود یامال پشت محوطه جریمه عالی داره کار میکنه. فرمین لوپز برای رافینیا گل دوم گل پای راه. گل خوبه یه بار دیگه سالو مشکوک به آفساید، اما تک به توی دروازه آفساید آفساید بازم تله آفساید گیری بارسا تموم ال کلاسیکو داریم.